مرگ عادی هر مسلمانی 4 چیز برش واجبه وقتی که برادری متوفا میشه. 1 غسله، بهتره که خانوادهش غسلش بدن. غسل میت تاکید بر این شده که هر کسی خانواده خودش غسل بده، اونایی که محرمشن، چون این متوفا و این میت سالهای سال شاید سری زیر لباسش داشته باشه، عیبی خللی زیر لباسش باشه، تو عورتش باشه. خدا چشم بندگان خدا را پوشونده، اما یه غسالی که از خانوادهش نیست بره اونو غسل بده، بعد این عیب مطرح بشه. پس سنته که هر کسی میت خودش رو در وهله اول و دوم خودش غسل بده، چه زن باشه چه مرد باشه. اگر زن، خالش، عمش، دختراش، خواهراش، نوه‌هاش. پس اولین واجب بر میت غسل دادنه. 2 کفن پوشیدنه، در یک تکه پارچه سفید اگر هست، اگر نیست رنگ دیگه، پاک. وقتی غسلش میدن چه؟ وضوش هم میگیرن. 3 نماز بر جنازه که نیاز میت به این نمازه و این نماز در اصل دعاست. تکبیر 3 هدفه. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و صغیرنا و کبیرنا و شاهدنا و غائبنا تا آخر. دعا برای میت. پس این میت نیاز به غسل داره، نیاز به کفن داره چون مرگ عادی مرده، نیاز به نماز داره. و 4م دفن میت در یک زمین پاک، در قبرستان مسلمانان. نه این که وصیت بکنه منو تو نخلستان خودم دفن بکنید، این کار نکنید. منو تو باغ خودم دفن بکنید، این کار نکنید. از دعای خیر مسلمانان وقتی به زیارت قبرستان میرن محروم میشید. بعضی وصیت میکنن که وقتی من مردم تو زمین خودم، تو باغ خودم منو دفن بکنید، این کارو نکنید. تو قبرستان مسلمانان دفن بشید، همراه مسلمانان زندگی بکنید، در جمع مسلمانان میمیرید، تو قبرستان مسلمانان هم دفن بشید تا هر کسی در اون قبرستان وارد شد السلام علیکم دار قوم مؤمنین غفر الله لنا و لکم انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی. پس 4مین واجب دفن. اما هر کسی در راه خدا شهید میشه، غسل نداره، کفن نداره، نماز جنازه هم نداره، اما دفن که باید بشه. این امتیاز خداوند فقط به شهید داده، زیباترین نوع مردن. با همون لباس خونیش باید دفن بشه، همون کفنشه، غسل هم داده نمیشه، نماز جنازه هم نداره. با اولین قطره خونش هر 8 در بهشت باز میشه. پیامبر درباره خون شهید و رنگش گفته و بوش گفته اللون لون الدم و ریح ریح المسک. رنگ این خون رنگ خونه، اما بوش نزد خدا بوی مشک عنبر عوده. در حق خودمون کوتاهی نکنیم، در حق فرزندانمون کوتاهی نکنیم. به خدا پناه میبریم از اینکه با سکته قلبی بمیریم، با ایست مغزی بمیریم، با سرطان بمیریم. از خدا بخواهیم که زندگی ما تحول آفرین باشه و مرگ ما تحول آفرین باشه برای بندگان خدا. همینطوری که شهادت شیخمون در منطقه یه رنسانسی بود، یک تحولی شگرف رخ داد که امروز بعد از نماز جمعه این همه مشتاق نشسته. مرگ عادی هر مسلمانی 4 چیز برش واجبه وقتی که برادری متوفا میشه. 1 غسله،
بهتره که خانوادهش غسلش بدن.